دا کابل کینگ یوټیوب چینل قدرمن لیدونکو سلامونه ستړي مشئ په خیر لري چې روغ جوړ اوسئ او نوی کال مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره نو دا چې نن د خوشبو احمدي بعد د ډېرو وختونو زما په یوټیوب چینل کې ما سره مېلمانه ده او د ډېرو وختونو نه وه نوې سندرو دپاره تللې وه د افغانستان څخه بهر تللې وه خو نن خوشبختانه راغلې ده او زما سره په کابل کینګ یوټیوب چینل کې مېلمانه ده خوشبو جان په خیر ولې سلام ډېره مننه سلام کوم په سترګو سلامت په سترګو خپلو سترګو احترام کوم په سترګو ستاسو د ټولو نو کال مبارک شي سلامت باشید سال نو 1400 برای همگی تبریک میگم امیدوارم سال پر از خوشی و پر از محبت باشه خوشبو جان از چی زیاد بدت میاد که خوشت نمیاد و هیچ نمیتونی کسی رو کار کنی یا کنی در کارخانه؟ در هر کار مثلا هر کار دیگه من یکی کار بی‌گفتی بسیار زیاد بدم میاد گپ بزنی و او خوب بگه او کار نکنه یعنی از او بسیار بدم میاد و که از کار خانه قاشقشویی قاشقا و پنجاک است بسیار بدم میاد بیربارکش زیاد است یک طوره بشی و در پخت و پز هم حتما ماهر هستین به خاطر که خانم و خانه هستی شیرگرم هست شیرگرم است دیگه در خانه چی را خوب پخته کرده میتونی چی را خوب زیاد تهیه کرده میتونی مثلا یک چیزی که بسیار انتیک یک کسی ببینه و از او خوشش بیاد کسی که چقدر خوب مقبول جورش کرده مثلا سالات یا مثلا چیز دیگر از چی زیاد خوشت میاد که ترتیب و تنظیم کنی یا پخته کنی والا من اینا رو دوتر کدام شب بگویم اگه بگویم باز میگین که از خود تعریف کرد من تمام چیز و بخصوص دیزاین روی میز وقتی که غذا رو میکشی زیاد خوش دارم که منظم باشه کشیدن چی دسترخوان باشه چی میز باشه چون من در خانه سر میز تنظیم میکنم و زیاد خوش دارم که درست تنظیم شود هر چیز در جایش منظم مانده شود یکان تا گرد وقت میارنی مثلا برای 10 نفر یا 15 نفر اگر نان مثلا تنظیم میکنی چقدر وقت در بر میگیره که تو تنها خودت باشی کسی دیگه نباشه 1 ساعت هر چیزی که باشه مثلا برنج قورمه سالاتش ترکوری باب که کتش پخته میشه کلش در 1 ساعت میکنم پدر اولادا از دست چی زیاد خوش داره که بخوره که همیشه بگه که خوشبو جان نمیره پخته کو امروز بسیار مزه‌دار بود والا از پدر اولادا یاد کردین امید دیروز بر من شوهرم گفت که می غذا را دیگه باید خودت درست کنی چون خاله من نبودم خاله غذا درست کرده بود و او یک کمک فکر کنم که مزهش نداره این غذا را باید خودت جور کنی باز من دیشب خودم غذا درست کردم گفتم بخوال بدلت چه مزه میته یعنی او را خورد میگه نه بچهش میگه باید غذا را خودت جور کنی نه که از دیگه دست دی دیگه حتما مزه‌دار درست کردی خیر است یک روز ان شاء الله باز میهمان خانه شما میشیم ان شاء الله حتما قدمتون ریچ تشکر دیگه بیننده خاص از می یوتیوب چنل که زیاتر بیننده‌اش در خارج می باشه به خاطر که اوجا نت آردان است قیمت است دیگه مسافر زیاتر این که بخیر باز من غذا درست کنم مرد شما میگین و شما از درست کردنش میگین اوکی حتما 100% میایم و خودت خبر شدیم که یک آرایشگاه داری خودت بسیار آرایشگر موفق هستی واقعیت داره زنده باشین تشکر بله ما تقریبا پیش از اون رو آرایشگری رو کار میکنم البته بگویم که من صنف 7 مکتب بودم که مادر مرد یک آرایشگاه بود شاگرد ماند و اونجا یاد گرفتم دیگه فکر کنین که چند سال میشه تقریبا 13-14 سال میشه که به آرایشگر است خب آرایش کردن خود سخت است یا از دیگرها از دیگرها سخت‌تر است چون ما خودمون بر خود آرایش میکنیم هر چیز خودمون میفهمیم ذوق خود و دیگرها این مشکل تر است مشکل تر است در آرایش کدام نفر سخت است که جور میکنی مثلا قوارش چی رقم باشه که جور کردن از او سخت‌تر است از دیگرها کردن والا دیگه میخواین که آرایش یاد بگیریم آرایش یاد نمیخواد دیگه اینا رو ما اون نفر بگویم که چه قسم چیره سخت است باز خفه میشن نه خیر است یک مثال بتونم تو خب مثلا یک کس از چشمایش تنگ است او میخواد یک آرایش خوش میکنه که چشمای از او مثلا مدل کلان است نه و او آرایش چشم از او در چشم ازی خوب نمیگه باز او مثلا شک میکنه نه مرا باید که نمیتونی جور کنی و چیزی که خوب برش میگه که به نظر ما باید آرایش کنه او رو قبول نمیکنه باز یک جنجال پیدا میشه چطور است که تپی بشنویم از پیشت که بسیار مینوالت زیاد از امی تپی مرا خوشم میه امی تپی موبایل هم زیاد مشهور شده دگام است امی مسافر خود دایم دلش هست که فقط تپی بشنوه
میشه؟ چرا نه یکم زمزمه میکنم تا خدا کنه که در یاد مانده باشه هفتم نبرده باشه. خیر است هنرمندا خب تپی رو میکس میکنه هر چیزی که باشه فرق نمیکنه از مقصد تپی باشه از هر بخشی که باشه مشکل نیست. این موبایل برتن میخوام. لموبایل نمیزل تور شو جانان را لگی تجدغم دک مسجونه پرون مخبل موبایل ماتلا یار مسج راکل سبب الوطن تزما گوت مصر موبایل مسپینده وی وی لکه چواور په گلاب کی پرته وینا جانانا. واه 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 نام خدا از یارتان نرفته. امی پشتو رو صحبت کردن نمیتونی اما آهنگ پشتو رو بسیار مقبول میخوانی. بسیار مردم خودتان رو میشناسه، دوستتان داره، هر کس. مثلا ما در جایی که دیدیم خوشبو احمدی امی آهنگ موبایلش، آهنگای دیگه تونم خیلی تو آهنگ باز میخوانی که پشتو رو تو تکلم کردن میتونی، گفتن نمیتونی. اطور است که اگر دری آهنگ دری باشه یا آهنگ پشتو باشه چون شعر از روی خط خوانده میشه در وقت ثبت و از روی خط میخوانم. پشتو رو من مکمل میفهمم که کسی گپ بزنه و خودم که گپ میزنم در پشت صحنه خود گپ میزنم اما در تصویر میترسم، میگم که یه دفعه زبانم کلالک نشه، بند نشه، یک چیز دیگر نگویم چون زبانم مادریم و پدریم دری است. یک ذره به اون خاطر استرس دارم، گفتن نمیتونم. میگم شاید مثلا مثل شما که یک کسی پشتو زبان پیشم باشه میگم شاید اشتباه میگم از ترس گفتن نمیتونم. امی زیادتر امی ما که در مکتب بودیم یا در پانتون بودیم امی دوستا وقتی که مثلا یک نفر از پیش ما فارسی یاد میگرفت باز ما خودمون کوشش میکنیم ما یک ذره شیطان که اول برازو مثلا داو یاد بده منه که داو بزنه. اتکاس آمده کدام پشتو زبان برات گفته باشه که یعنی لغات اینمی معناش دیگه چیز باشه، مثلا خدا نخواسته یک داو باشه کدام گپ دیگه باشه که مردم از خفه شده. کدام کس شده که مثلا برات گفته باشه که بجای یک کلمه دیگه کلمه رو گفته باشه که زشت باشه. یک چیز براتون میگم شاید هم باور نکنین، ما تا حال بجز مکتب که مثلا پشتو در مکتب خواندیم پیش دیگه کسی یک کلمه پشتو ما پرسان نکردیم که نی چی معنا میته برای ما بگو. مادرم پشتو و به زبانای دیگه چیز داره، بلدیت داره، میفهمه، راحت است چون مادرم استاد است. از مادرم پرسان میکنم بعض وقتا که چی معنا، ولی از دیگرها پرسان نمیکنم چون میفهمم شاید یک چیز غلطه برام یاد بتن و در یک جای در یک مجلس برم شاید خدا داو بزنم و من گپ خوب میگم به اون خاطر پرسان نمیکنم. خوشبو جان فقط از دور از خوباش دور از خوبای دور از آزارایشان بگو. نه دیگه خود دور از آزارام باشه، خود مردم نیست تو خود ما گفته میشه. خب چرا آهنگای پشتو زیاد مشهور شد؟ علتش چی بوده که آهنگای پشتو زیاد رشد کرد، زیاد بیننده پیدا کرد؟ حتی مردمایی که بیادرای ما که فارسی گپ میزنن تاجیک هستن و هم آهنگای پشتویی میشنون. دلیلش چی بوده خودت میفهمی؟ والا شاید می انتخاب شعر بوده که ما خوب شعر انتخاب کردیم و همیشه کوشش میکنم اگه آهنگ دری پشتو بخوانم میخوایم که شعرم خلق پسند باشه، بیننده انتخاب کنن. برای خود نمیخوانیم چون هنرمند بر خود نمیخوانه، برای بیننده میخوانه، باید بر دل بیننده انتخاب کنه. خب یک زمزمه دیگه، یک آهنگ دیگه به دل خودت میار، آهنگ که خودت انتخاب میکنی بخون. درست است. آهنگ نام آهنگ سه براتون زمزمه میکنم. خب مهربانی. تو کجا هستی کجا برده شدی، تو مگر سیب هستی خورده شدی، من به عادات تو ای شوق بلدم، ای بگمانم که تو آزرده شدی، بگمانم که تو آزرده شدی. هی به 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 به. نام خدا همیشه کامیاب، موفق و سربلند باشین. اگر وقت پیدا شود یک کس بگه که هنر موسیقی را شما اعلا بتین، مثلا یک کار دیگر را براتون بگه، یک کار دیگر را پیشنهاد کنه، مثلا کار باشه که از هنر کرده سخت‌تر باشه، مثلا کار مثالش میتونم گلکاری باشه یا مثلا کار نانبایی باشه غیر از آرایشگاه، تعقیب میکنی اون را اعلام میتونی یا خیر؟ ما یک دفعه بس کرده بودم به خاطر یگان مشکلی که بود و حالا اگر یک شرط دارم، اگر بگوین سال همیه به خاطر می که هنرمندا باید هنرمندای زن یا ذکور یا باید از هنرمندی دست بکشن، من اولین نفر ما هستم که حاضر هستم که دست بکشم از هنرمندی به خاطر صلح، به خاطر هموطنای ما، وطن ما که آرام باشه، به این خاطر و دیگر چیز برام مهم نیست. نام خدا بهترین خبره ده، یعنی که سړی فکر وکړي چې د صلح لپاره دومره قرباني چې کلونه زحمت وباسي یا د صلح لپاره د خپل هنر قرباني، خپل هر څه قرباني وای چې زه نور یعنی سندرې نه وایم. بهترین گپ زدین و
هر کسی که ویدیو رو میبینه حتما با این گپتان خوش میشه. ان شاء الله که گفته پشتو زبانان مینوالتان فهمیدی 100% نورم زیاد میشه. خب اگر غیر از می زبان پشتو دری با زبان هندی مثلا یا ازبکی یا ترکمنی هم میتونین زمزمه کنین یا آهنگ بخونین؟ ازبکی را بسیار خوش دارم چون یاد کردین ولی متاسفانه که یاد ندارم، یک ذره سخت است. و هندی شاید کمتر بتونم. بفرمایید یک زمزمه هندی از پیشتان میشنویم، چطور است نظر؟ من خود دم نزنم. نه خدا نکنه، حتما دوست دارین. درست است چرا نه. अकेले तन्हा जिया न जाए तेरे बिन बुलाना तुझको नामुमकिन अकेले तन्हा बस خب من خبر میشه یه از کجا شد پیدا شده؟ آی کدی صدای جر برق از کجا شد؟ نه خدا نکنه، نام خدا صداتون مقبول است دیگه. خوشبو جان خوش شدیم، سلامت باشین، همیشه موفق باشین. فقط یک سوال آخری با آخرش یک پیام داره. در خانه خودت مثلا یگان وقت زمزمه میکنی، آهنگ میخوانی، کدام وقت شوهرتان میگه که اینمی آهنگ برام زمزمه کنی، اینمی آهنگ زیاد دوستش دارم، زیاد خوشم میاد، کدام وقت بر فرمایش داره در خانه یا خیر؟ بله، یا خودش یگان دفعه میخونه باز میگه اینی آهنگ بخوانی، اینی شیردینی کمپوز خوب جور میاد. مثلا کدام آهنگ برات میگه؟ آهنگای امور زمزمه که در خانه میگونی فکر کنم اینمی حال شوهرت میبینه باز ما برش خندی دیگه زمزمه میکنیم. خیر سونموره گدوات زمزمه ای سر کوی بلند بود خانه من یه لالا فلک تیره زده در شانه من، فلک تیره زده پیکار نداره، فلک تیره زده پیکار نداره، که درد عاشقی درمان نداره، که درد عاشقی درمان نداره. اینم تو حمیده ای وقتا اینم تو زیاد مشهور شده نه؟ تو ولی باید بین خود یعنی اینم تو مذاق میکنی. نه خوب است. خب در آخر پیامت چی است برای دوستا و بیننده که میبینید؟ چون سال نو است بازم سال نو برشان تبریک میگم. دیگه پیام خاص ندارم. یک پیامک دارم منای فاموال وقت گفتنش هست یا نه اگر اجازه تان باشه. امی مربوط هر کس که میشه، مربوط شارواله میشه یا زمینیت میشه. امی زیرپوشای خانم‌ها که بر شکل بسیار برهنه در روی سرک فروخته میشه و بچهای 12 ساله و 13 ساله یا مردای کلان مفروشن. امی را خواهش میکنم که شما باید وردارین از روی سرک و در هر دکان یک فروشنده خانم باید تعیین کنین. وقتی که ما یک جامعه سنتی هستیم و مسلمان هستیم و داد از مسلمانی میزنیم، همه که مثلا یک نرمن میایه چقدر انتقاد سر از میشه. همه ما و شما خواهر داریم، مادر داریم و او زیرپوش خواهر مادر ما و شما است که در این سرک برهنه فروخته میشه. او را باید با شما نمانیم و فروشنده از اونا خانم باشه. و این خواهش قلبا از پیش شما میکنم مربوط هر کس که میشه لطفا توجه داشته باشین. خوشبو جان تشکر، سلامت باشین. قدرمند لیدونکو ویدیو خوښه کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ډیر زیاته مننه. تشکر خوشبو جان. سلامت باشین، روز خوش زنده باشین. تاسو نه هم مننه.